إذا مرضت فهو يشفين. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استعذ بالله. و اذا مرضت فهو یشفین. صدق الله العظیم. و وقتی بیمار شدم پس او از پروردگار من که برایم شفا می‌دهد. دوستان عزیز، میخواهم در این لحظه در رابطه با کرونا ویروس صحبت کنم. بیماری که عالم را در تهلکه آورده و یک عده از گرفتاران و مبتلا شدگان به آن تا این دم فوتیدند و در نهایت هم سازمان بهداشت جهانی این بیمار را یک بیماری همگیر، پاندمیا یا پاندمیک یا همین وبا اعتراف کرده است. تا این لحظه که ما و شما هستیم، نهادهای بهداشتی دولت‌ها، روحانیون و شخصیت‌های علاهیده و نهادهای گوناگون مذهبی و غیر مذهبی، شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌های مجازی، البته چیزهای زیادی نسبت به این وبا گفتند. برخی ها این را یک بیماری عادی و یک عده دیگر هم تهدید، غضب خدا که نافرمانی او باعث شده که خداوند اهل زمین را عبرت بدهد قلمداد کردند. بین این گفته ها چیزهای ناامید بخش و امید و آرزوهای زیادی هم بسیارند. البته تا اینجا قریب همه گفته ها درست است و طبیعی هم می باشند، اشکال ندارد، گناه هم نیست. هر کس بر حسب بینیش، ظرفیت و ذوق خود چیزهایی گفته است. این حق هر یک انسان هم هست و گناهی هم ندارد. اما بدبختی و تا آنجای گناه در آن است که بسیاری ها از این گونه مشکلات برای بهبود بخشی زندگی مادی خود استفاده میبرند و یک عده زیاد دیگر هم با نادانی یا به سبب غرضهای بدبینی درونی که نسبت خدا و پیروان بدین دارند، مخصوصا به دین اسلام، حرفای ناسزای زیادی میگویند تا آن حد که از دایره انسانی بیرون میشوند و احساسات مردم مسلمان بازی میکنند و فراموش میکنند که این زمین و آنچه در اون هست برای انسان است و خود انسان سبب خوش زیستن و بد زیستن در اون زمین است. و اگر یک مشکلی آمده است، خود انسان است که با او توان مقابله با آن را داده شده است، ولی به جای آنکه سعی و تلاش کند و راه مقابله با آن را پیدا کند، خدا پناه بدهد میگوید که این خدا هست که زورش به این بیماری نمیرسد. این است در واقع خطا، این است گناه و این در واقع خود ناشناسی است. من برای توضیح مطلب یک مقدمه و بعد نکته اشاره میکنم و اول میخوام که خداوند تبارک و تعالی این را قبول بکند و فایده او را به تمام مردم روی زمین عام بگرداند. دوستان عزیز، زندگی مجموعه بیش و کمی است. انسان مرکب از غم و شادی می باشد. همه مردم آغشته به درد و بیماری و سلامتی و تندرستی می باشند. همه بشریت.
حتی پیغمبران اولوالعزم الهی در بین ما و شما باشند، در این قسمت و در این گونه بیماری ها و رنج و وبا و دردها با ما شریک و برابرند. استعیذ بالله. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. صدق الله العظیم. بگو ای محمد، اگر در روی زمین فرشتگان باشند و آرام و آسایشته زندگی کنند، هر آینه ما برای آنها فرشته ای را پیغمبر میفرستادیم. این جواب مشرکان بود که از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم درخواست کردند که اگر خدایی هست قادر و توانا و هدایت ما و شما را میخواستند، پس چرا فرشته برای هدایت ما نفرستند؟ خداوند سبحان هم برای اونها میگوید که این ادعای شما همان وقت درست می شود که در روی زمین به جای شما فرشته ها باشند که اونها آسایشته و آرام راه بروند و زندگی کنند. حالا ما انسانیم، پیامبران هم از جنس ما هم، همان گونه که خداوند تبارک و تعالی گفته است. پس آنها در قسمت انسانی با ما شریکند. هر درد و علم و وبای ما را مورد هجوم قرار می‌دهد، آنها اگر احتیاط خود را نگیرند و اسباب بی‌ضررسازی آن را استفاده نکنند، آنها هم گرفتار می‌شوند و آزار و اذیت می‌بینند. حضرت عیسی مسیح یکی از پیغمبرهای اولوالعزم الهی است و معجزه های او یکی از اونها همین شفا دادن به بیماری های مادرزادی، آنهایی که از پدر و مادر بیمار به دنیا می آیند بود. بیماری های پوست مثل پیسی، نابینایی مادرزادی، گنگی و لالی و کری. حتی مرده ها هم با دم و دعای حضرت عیسی زنده می شدند. خداوند تبارک و تعالی می گوید ای عیسی، به یاد بیار وقتی را که مرده ها را برمی انگیختی، از قبرها بیرون می کردی، زنده می کردی با خواست من. روایت می کنند بیماری معده داشته حضرت عیسی، بیماری معده داشته که او آزار و علمش می داده است. باره یک طبیب سالخورده رومی حضرت عیسی را می بیند و درد او را احساس می کند و برای حضرت عیسی می گوید که شما بیماری معده دارید و یک قسمت از گیاه های خشک را هم به او نشان می دهد و می گوید که این گیاه ها برای درد شما شفا است. عیسی پیغمبر علیه السلام بر حسب بشریش، بر حسب بشری خودش تعجب میکند، میگوید من پیغمبر باشم، با دعا و با دم دعای من بیمارها شفا مییابند. این مرد درد من رو میدانسته و باز همین گیاه ها، همین علف های خشک برای درد من دوا میشده است. قبول نمیکند، رد میکند و این درد تا آخر حیاتش آزارش میده. باره هم به سوی پروردگار عرض میکند و پروردگار و میگوید الهی به من چنین دردی داده ای، مرا شفای بده. پروردگار عالم میگوید آره، به تو این درد را دادم، ولی شفای تو در آن گیاهایی هست که یکی از بندگان من برای تو عرض کرد. آن علف های خشک رو بیا و استفاده ببر. حالا خلاصه مقدمه همین است که درد و آرام، شادی و خرسندی جزئی عالم هستی است و
در مبتلا شدن یا اینکه نشدن همه انسان ها برابرند. شما انسانید، در این دنیا عرضی وجود دارید. ناگزیر است برای ایمنی و خوش زیستن تابع قانون هستی باشید. خطای از شما سر بزند، اشتباه کردید، ناگزیر است که گرفتار تقدیر شر، بیماری و مبتلا به وبا و کسلی ها شوید. حالا نقطه هایی که میخواهم با آنها اشارت کنم. اول، تا این دم بیماری های زیادی بودند که انسانیت آنها را از سر گذرانیده است. بشریت با آنها مقابله کردگی است و پیروز هم شده است. حالا این ویروسی کرونا از خیلی آن بیماری ها خطرناکتر نیست. این بیماری تا این مدت هم شناسایی شدگی است. در ترکیب گوشت خوک، مار، همون کورشپرک، همون شپرک هایی که حالا میگویند دیده شده است، ولی نه به آن حدی که خطرناک باشد یا اینکه به حیات انسان ها، با انسان ها هجوم کند و حیات آنها را در خطر بیاندازد. حالا این گونه شد، خودی مردم باز میتوانند که خود را از این وبا نگه بدارند. سازمان بهداشت جهانی و مرکزهای معالجوی علاحده در کشورهای جهان با این واسطه های پیشرفته علمی و تجربه‌ای که دارد، گرچند که اگر مهلت را هم بگیرد میتواند علاج این را بیابد، میتوانند خطر این را برطرف بکنند. تنها مردم را لازم است طلبات نشان داده سازمان های بهداشتی صحی را رعایت بکنند. در مد اول نظافت و پاکی را رعایت کنند. شستشوی دست ها، دهان و بینی را در هر چند مدت به راه بگذارند. مخصوصا بعد برگشتن از بیرون یا اینکه ملاقات با دیگر کس ها ضرورت می شود، یا اینکه دست دادن به چیزهایی که در استعمال عمومی هستند، دستقپک های در است، یا که جایهای نشستی، خب واسطه های مسافرکشی عامه هست، یا اینکه آبریزک هایی که عمومی در او استفاده می شود و مانند اینها، و البته استفاده واکسین های محافظتی، یا اینکه تناول کردن، استفاده کردن ویتامین های تقویتی ارگانیسم برای مبارزه با اینها. و اینچنین دوری از تجمع، یعنی جمع آمدها، جشنها زیاد، یا حداقل کاهش دادن به اونها. حالا ما مسلمان هستیم، دین اسلام به این چی میگوید؟ اسلام با نشاندادهای علمی مقابل نیست. حتی بستن مسجد و متوقف کردن نمازها را با جماعت وقتی طلبات یک نهاد صحی یا اینکه بهداشتی این را تقاضا میکند قبول دارد، زیرا نمازی با جماعت، نیایش و دعاها به خاطر چی هست؟ به خاطر تربیه و تقویه معنوی انسان ها هستند. و البته هم تربیت و تقویت معنوی همراه با سلامتی جسمی انسان ها و برای سلامتی آدم ها هست. و قابل ذکر است که حالا ما عامل های محافظتی و امین ماندن از این بیماری را طوری که همون نهادهای بهداشتی و صحی گفتند نشان داده شده است که عبارت از پاکی و شستشوی اعضای ظاهری هست. برای ما مسلمان ها با اینها آسانتر و گواراتر هستند، زیرا که این برای ما و شما مسلمان ها نظافت و پاکیزگی از اولویات زندگی ما به حساب می رفت. دین ما، عقیده ما، انجام عبادت های روزمره ما، همین نمازهایی که 5 وقت داریم در 5 وقت ادا می یابند، به طهارت که پاکی هست نمی شود. پس برای ما مسلمان ها رعایت طلبات های
راه های بی‌ضررسازی این گونه مشکلات، یعنی همین مشکلات کرونا ویروس، هیچ مشکلی ندارد و آسان‌تر هم هست. چون که ما در وقتی نبودن این ویروس پاککاری و شستشوی اندام خود را تکرار به تکرار انجام میدادیم. حالا تصور کنیم که نماز 50 وقت میشد، همان گونه که در شب معراج وقتی نماز فرض شد ابتدا 50 وقت بود و حضرت موسی علیه السلام از پیغمبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خواست تا از پروردگار بخواهد که این را برای رفع مشکلات و دور کردن وزمینی از امتاش کم کند و آمد به 5 وقت چید. اگر 50 وقت میشید پس ببینید که در چنین حالت ها، در چنین ویروس ها چگونه منفعت، چگونه فایده داشت برای ما و شما. از این برمیاد که پروردگار ما و شما، پروردگار عالمیان، هم مهربان است و هم قادر و توانا. زوری او به همه کس و به همه چیز میرسد. تنها سنت پروردگار در آفرینشش همین است که زمین و هستی که انسان را احاطه کرده است در اختیار انسان باشد. او خلیفه خدا است. او میتواند آبادی کند زمین رو یا خدای ناکرده ویرانی. زوری خدا میرسد، زوری ما و شما نمیرسد. زیرا صلاحیت هایی که برای ما داده شده است، همون میسیه‌ای که برای بشریت داده شده است، همون را خود استفاده نمیبریم. نکته دوم، این وبا، این بیماری عاملش هر چیزی که باشه، معصیت و گناه ها که خیلی در این روزگار ما زیاد شدگی هست، پایمال شدن حقوق و آزادی اقلیت های دینی و مذهبی و جاری نمودن محدودیت ها با هر دلیل، برانگیختن تعصب های نژادی و قومی خیلی در دنیا بسیار شدن و میتوانند که اینها یک سبب باشند، زیرا اینها در جای خودشون جرم و گناهند. یک عامل دیگره این رقابت ناسالم اقتصادی است. حدس و گمانهای زیاد در این رابطه زده می شود که به خاطر پیشگیری بازار یکدیگر صنعی به این گونه جنایت ها دست زده شده ایستاده است. اگر این گونه باشد اینش دیگر بدبختی آورتر است. درد عالم و بیماری ها طبیعت عالمی بشری، همین عالمی هستی هستند. ولی اگر قرار باشد که نتیجه کرداری بدی آدم ها هم به آن سبب شود، همان گونه که خداوند تبارک و تعالی می فرماید استعیذ بالله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظیم. فساد، بیماری ها، وبا در خشک و تر، در زمین و در بحر بر اثری بدکاری های خود آدم ها پیدا شد. خداوند این را به خاطر آن آورد که بعضی از آن چیزی را که کردن انجام دادن از اونها را نشان بدهد تا از کردارهای بد خود بر بگردند. اگر قرار باشد که آن چیزی که انسان کسب میکند او باعث میشود که خداوند غضب شود یا درد و بیماری ها بیایند، پس تنها غیر مسلمان ها در چنین مشکلات تنها سببگار نیستند، بلکه مؤمنان و مسلمان ها با نافرمانی های خداوند و یا غلط و سوء استفاده از فرموده های پروردگار
با دیگران، با غیر مسلمان ها، با غیر خودشون در این مصیبت ها و مشکلات برابرند، حتی شاید سببگارتر باشند. وقتی خدای سبحان میگوید استعیذ بالله یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ای مؤمنان، خطاب میکند مؤمن ها را، از خدا به اندازه که لایق به او هست بترسید، ترسی از خدا را داشته باشید و این دنیا را مسلمان ترک کنید. وقتی از دنیا میبروید و میروید مسلمان بروید. این گونه نباشد که شما در یک ماه رمضان، حالا این رمضان اومده ایستاده است، این را هم خبر بکنیم، ماه مبارک، یعنی شما در یک ماه رمضان اخلاق خوب داشته باشید، رفتار خوب داشته باشید، گفتار خوب داشته باشید، از گناه و معصیت پرهیز کنید، یا در وقت ادای نماز در چند دقیقه بسیار انسان صالح و خوب شوید. وقتی که سلام دادید باز همون الفاظ قبیح، باز همون گفته های غلط، باز همون دشنام، باز همون درشتگویی ها. این گونه نباشید. یا اینکه در یک مدت برای منفعت خودتون باشد، بنده خدا باشید و هر کس را از خدا بیم بدهید، ترس بدهید، اما وقتی که شما از یک کس به یک کس میدهید یا یک چیزی را ادا میکنید، این گونه نباشید. نه، بلکه از زمان قبول اسلام تو مسلمانی تو تا ترک کردن دنیا مسلمان باشید. وقتی خداوند مؤمن ها را خیر البریه، بهترین باشندگان روی زمین میگوید، ولی این بهترین ها البته در ناخونه فرمان های پروردگار خود را سرپیچی میکنند و اونها را معطل میسازند. به نام مسلمانند، خدا پناه بدهد، گناه و منکرات را طور انجام میدهند که غیر اونها، غیر مسلمان ها، اون گونه نافرمانی و اون گونه منکرات را انجام نمیدهند. این شهادتی بر باطل است. این وزمینتر و زیان آورتر است. حالا هر چیزی که باشد یا اینکه نباشد، باید درباره معصیت و گناهکاری ها و تبعیض ایجاد کنی ها تجدید نظر شود، به همه آنها خاتمه داده شود. صالح باید شد. انسان ها باید صالح زیستنی در دنیا را بیاموزند، باید صالح شوند. به رقابت های تجارتی اگر وجود دارد، یک رقابت های سالم باشند. به داد اقلیت های قومی و مذهبی رسیدگی شود. باید بدرفتاری های ارقی و نژادی از بین برده شود. بشر، انسان ها در کنار هم زیستن را باید برآمونند. از اشتباهات و پایمال شوی حقوق یکدیگر که تا این وقت بوده است اظهار پشیمانی شود و به همه قومیت ها و معتقدان ادیان و رویه های گوناگون حقی با هم برابر زیستن تأمین کرده شود. پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در چنین موردها علاوه به پایبند بودن به خواسته های نهادهای صحی و طبابت و معالجه، توسلی به پروردگار، پایبندی به اخلاق، دعا و استغفار از گناهان، کمک و دستگیری بینواها، صدقه و رسیدگی به حال درماندگان و بینوایان را راهی علاج دیگر برای این مصیبت ها فرمودند. به سوی پروردگار باید برگشت. لااقل ما مسلمان ها به اعتقاد خود پایبند باشیم، ایمان کامل داشته باشیم که مرگ زندگی دست پروردگار است. ما ناخواسته برای ما حیات داده شد، باز تا خودی او نخواهد و امر نکند یک انسان کی و در کجا، نه پیش از مهلتش نه یک ساعت بعد از اون،
که برای او وقت مقرر کرده شده است جان او گرفته نمی شود. این نمونه عالی و یک شهادت درست برای دیگران است. بیاید یک بار دیگر این گونه فکر کنیم. اگر این ویروس کرونا نباشد که خدا نست نابودش کند و انشاءالله هم که میکنش، مرگ و میریش از بین میرود، یگان مردن و یگان بیماری دیگر نیست. شاید مرگ و میریش ها به این وبا هم بیشتر باشد، مخصوصا حالا برای ما همین تاجیکا که در سرگردانی هستیم و در مهاجرت و در غریبی و شاید از این ویروس کرونا هم برای ما مرگ و میریش زاید باشد. پس خوب است که ایمان کامل داشته باشیم که این بیماری برطرف می شود و این بیماری هم به اذن خداوند و یک کس هجوم نمی کند. اما فراموش نکنیم که بر اساس قانونی هستی، بر اساس قانون زندگی باید طلباتی نهادهای بهداشتی و صحی را رعایت بکنیم، همان گونه که در بالا قید کردیم گذشت. و بهتر هم هست که دعا کنیم برای برطرفی این وبا و این بیماری که جهانی شوی یعنی گلوبالی شده ایستاده است. بر اساس سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما و شما هم دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. بار الهی از پیسی و دیوانگی و جذام و از بدی تمام بیماری ها به سوی تو پناه میبریم. ای الله مهربان، با لطف و عنایت خود به این بیماری دوا و مردم سراسر عالم را از غم و کلفت آن رهایی ببخشا. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.